لوکاس 11 جزو کسایی هستن که قراره بمیرن. مستر واتسون احتمالاً یه کاراکتر خوبیه و جلوتر به بچه‌ها کمک کنه. آپساید داون هنوز یه رازی داره که قراره بخش پایانی پارت دوم استرنجر تینگز به ما نشون بدن. حالا من اطلاعات از کجا دارم؟ یه مصاحبه شده با بازیگرای استرنجر تینگز و خالقای استرنجر تینگز یعنی برادران دافر و اطلاعاتی و تصاویری رو به ما نشون دادن که یه سری چیزا رو لو میده و هیجان بخش دوم سریال رو بالاتر میبره. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین که کلی اطلاعات خفن رو به ما دادن. اول از همه بریم با بازیگر وکنا شروع کنیم. توی مصاحبهش گفته مستر واتسون نماد هنری خوبه، نماد هنری بوده که اگر مانفره بهش حمله نمی‌کرده قرار بوده بشه. ولی این یعنی چی؟ یعنی که واقعا هنری دو تا شخصیت داره، یعنی توی ذهنش یه مستر واتسون داره که معصومیت و انسانیتش توش داره زندگی میکنه توی اون خونه و یه هنری وجود داره که همون وکنای و داره بچه‌ها رو شکار میکنه. آیا در آینده ممکنه همین مستر واتسون کمک کنه بچه‌ها فرار کنن یا نه فقط یه چیز نمادین گفته بوده اگر مانفره حمله نمی‌کرده میشده مستر واتسون که بعد وایسیم ببینیم. در کنار اون تصاویر دیگه این اومده از هالی و هنری که با هم توی اون خونن. پس این به ما نشون میده که هالی به حرف مکس گوش کرده، برگشته به خونه هنری و داره نقش بازی میکنه. با خود بازیگر هالی هم مصاحبه کردن و گفته هالی قراره مسئولیت زیادی به دوش بکشه، قراره بچه‌های دیگه بیان توی اون خونه و توی اون خونه پر از بچه بشه. و از اونجایی که ما میدونیم مکس و هالی نقشه دارن که بچه‌ها رو فراری بدن، احتمالاً هالی کسیه که اونا رو فراری میده. و از اونجایی که میدونیم شخصیت‌ها دارن تبدیل به کاراکترهای دی ان دی شون میشن، همونجوری که ویل قدرت گرفت، همونجوری که ال قدرت داره، پس هالی هم دقیقاً همون کاراکتری میشه که درو باز میکنه. مطمئنا ذهنتون درگیر شده چرا گفتم لوکاس و 11 قراره بمیرن. برای جواب این سوال بریم سراغ عکس‌ها و دیالوگایی که از مکس دادن. یه شاتی از مکس اومده که روی تخت بیمارستانه و نوشته که دیگه وقتش رسیده مکس بدرخشه. و احتمال 99% این قسمتیه که مکس به هوش میاد و دوباره به گروه میپرنده و شروع میکنه دنیای واقعی جنگیدنش ادامه دادن. بعد اون یه تصویر خیلی مهمی نشون میده و از این عکس و دیالوگ من به تئوری مرگ لوکاس رسیدم. نوشته که مکس و لوکاس قراره یه هارت بریکینگ رو تجربه کنن، یعنی قراره یک ناراحتی و یه جدایی و اتفاق بدی رو بین خودشون تجربه کنن. احتمال 99% قرار نیست اینا کات کنن. تو فکر کن مکس برگرده و بگه خب لوکاس من دوباره نیاز به یک فاصله رو دارم چون حالم بده. نه دیگه واقعا سریال تایم نداره که به رابطه‌شون بپردازه اینا کات کنه و قطعا مکس و لوکاس عاشق همدیگه هستن، همدیگه رو دوست دارن. پس هارت بریکینگ جدایی رابطه نیست و از اینجاست که من احساس میکنم میرسیم به مرگ لوکاس. احتمال میدم که لوکاس توی نجات مکس از بیمارستان جون خودش رو فدا کنه و جلوی دمداگا رو بگیره تا مکس بتونه زنده از اونجا بیرون بره. برای همین این تئوری که لوکاس قراره بمیره خیلی قدرت میگیره با این دیالوگ و احتمال میدم که تمام اتفاقات توی قسمت 6 اتفاق بیفته، یعنی اسکیپ فرام کامازاتس. و کارگردان اون بخش قراره کسی باشه که اپیزود یربیلیو، همون قسمتی که مکس برای داداشش نامه نوشت و باش خداحافظی کرد باشه و خیلی الهام قرار بگیرم از اون قسمت. این حرفش من رو به فکر فرو بود که آیا ممکنه ما بیلیو ببینیم؟ چرا؟ چون که آخرین باریه که مکس و هالی تو ذهن وکنا. پس اگه قراره کاوشی بکنن تو ذهنش، نقطه ضعفی رو پیدا کنن یا چیزی از خاطراتش بفهمن، همون موقع است. چون دیگه وقتی از ذهنش بیان بیرون احتمالاً دیگه نخوان برگردن و نتونن برگردن. پس آیا ممکنه تو لابلای اون خاطرات بیلیو ببینه؟ آیا ممکنه وکنا از بیلی استفاده کنه مکس رو گول بزنه دوباره تا حواسش پرت بشه؟ من احتمال میدم حضور کاراکتر بیلیو داشته باشیم توی اون اپیزود. Maybe tonight is our break. و حالا میرسیم به مصاحبه با خود شورانرها یعنی برادران دافر. یه اطلاعات مهمی که اونا دارن گفتن اندینگ بخش دوم یعنی قسمت پایانی، صحنه پایانی بخش دوم قراره یک رازی از آپساید داون بهتون نشون بده و فاش کنه که واقعا مختون سود میکشه و اون موقع دیگه کامل آپساید داون براتون روشن میشه که چجوری کار میکنه، چطوری اکوسیستمش چیه، همه چی رو قراره توضیح بدن. و اینطور که من داشتم تحقیق میکردم خیلی‌ها به این باورن که قراره برگردن با اون توضیح آقای کلارک که داشتش راجع به دنیای وارونه چطوری کار میکنه صحبت میکرد. بند باز اگه اشتباه نکنم همچین موجودی بود، میتونه بره پایین، بره بالا، بره چپ راست، ولی ما انسانی فقط میتونیم بریم چپ و راست و قراره این تئوری رو راحت‌تر و واضح‌تر توضیح بدن. و یه چیز مهمی که خیلی گفتن منو هایپ کردن این بودش که قراره یه تریلر بخش دوم بیاد که توش تصاویر و صحنه‌هایی داره که حتی توی مصاحبه هم نیست، یعنی چیزای جدیده. پس اگه دوست داشتی سابسکرایب کن چون اون تریلر هم بیاد فریم به فریم با هم
بررسی میکنیم، موشکافی میکنیم و همینطور بچه‌ها من کلی فیلم و سریال دیگه تو این کانال معرفی میکنم. پس اگه عاشق فیلم و سریالی حتما این کانال سابسکرایب کن. مصاحبه دیگه که داشتن با دکتر کی بوده، کاراکتری که یه جورایی الان یکی دیگه از ویلنای سریاله. کاراکترش گفته دکتر کی یه کاراکتر رندوم نیست که جایگزین دکتر برنر یا اوونز شده باشه، بلکه دکتر کی از اول به تمام این اتفاقات مربوط بوده و یه انگیزه شخصی داره و اینجاست که یه تئوری مهمی به وجود میاره که احتمالاً دکتر کی خواهر دکتر برنره. از اونجایی که ما میدونیم دکتر برنر پروژه رنگین کمان رو راه انداخت چون که قبلا باباش توی پروژه رنگین کمان بوده و اولین کسی بوده که رفته توی آپسایدن و اولین کسی بوده که با مان فلیر در ارتباط بوده، احتمالاً انگیزه‌های دکتر کی که خواهرش بشه مثل دکتر برنره و اتفاقاً بیشتر آتش انتقام و تسلط داشتن به مان فلیر و وکنارو داره چون داداشش رو از دست داده، پدرش هم از دست داده. اگه اولین بار بود داشتین این تئوری رو میشنیدین، من تو ویدیو قبلی این تئوری رو توضیح دادم که چرا داریم حرفو میزنم، منبعم کجاست و قراره این اطلاعاتم توی بخش دوم بهمون بدن و همینطور قراره بفهمیم که انگیزه دکتر کی چی بوده که شماره 8 رو زندانی کرده، خواهر 11 رو داشته ازش چی کار میکرده. آیا دیوار رو شماره 8 ساخته؟ ما تا جایی که میدونیم قدرت شماره 8 توهمه، به توهم میتونی رد بشی یا نه اصلا یه چیز دیگه است یا می‌خواسته از شماره 8 استفاده کنه دیوار رو از بین ببره، که همه اینا رو قراره توی بخش دوم ببینیم. حالا بریم سراغ هاپر و 11 که من گفتم 11 قراره بمیره. تو این بخش میخوام بهتون بگم چرا. با کاراکترایی که مصاحبه کردن گفتن که هاپر و 11 قراره مسئولیت سنگین و یه فایت خیلی سنگینی رو داشته باشن و احتمالا یکی از اینا تو این فایت بمیره. و من چرا میگم 11 به چند دلیل. اینکه آقا هاپر رو چند بار کشتن دیگه، مسخره شده. آقا هاپر هر بار واسه این و اون میپره وسط خودش رو میکشه و انقدر مرده دیگه فکر نکنم کسی احساسی بشه یا میدونی خیلی شوک بشه که هاپر بمیره. از اونجایی هم که خودش همیشه میندازه تو خطر طبیعیه. برای همه احتمال میدم 11 باشه که تاثیرگذارتر باشه، بیشتر قلبا رو به درد بیاره. از اونجایی که گفتن قراره خیلی ناراحتتون کنه، احتمال 11 باشه. بعد از اون یه حرف دیگه هم زدن که باز دوباره این که 11 قراره بمیره رو تقویت میکنه. این که گفتن قسمت آخر قراره فقط مایک و ویل یه جورایی نقش اصلی باشن و قراره جنگ و اونا تموم کنن و پایان بدن به همه چی. پس یعنی چی؟ یعنی تا قسمت 8 مایک و ویل زندن حداقل. پس اگه قراره کسی تو قسمت 5 6 و 7 بمیره، هر کی از جز مایک و ویل، و قراره مایک یک لیدر واقعی باشه، قهرمان اصلی جورایی باشه. پس احتمالاً مرگ 11 روش تأثیر بذاره و اونو واقعا دگرگون کنه و اون لیدر بودنش رو دوباره پیدا کنه. از اونجایی که قبلا توی سریال ویل واسش نقاشی کشیده بود، گفته بود تو لیدر مایی، تویی که هیولا رو شکست میدی، تویی که همیشه گروه‌ها جمع می‌کنی. از اونجایی که تو قسمت 1 مایک دانجن مستر بود، بازی رو اداره می‌کرد. از اونجایی که مایک همه رو دور هم جمع می‌کنه، همه تو خونه مایک جمع میشن، یه جورایی مایک همه کار است و مرکز دوستی و رابطه است. قطعاً کاراکتر دیگه هم خواهند مرد تا اون تایم، ولی تا جایی که نسبت به اطلاعات و چیزایی که به ما نشون دادن، مرگ 11 و لوکاس خیلی درصد بالاتری داره. و همین بود بچه‌ها. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین حتما کانال سابسکرایب کنین چون قراره یه تریلر بیاد اونم بررسی کنیم، قراره قسمت‌های جدید بیاد اونم بررسی بکنیم، با هم ببینیم چه اطلاعاتی دارن، جواب سوالا رو با هم مرور بکنیم. و اینکه بچه‌ها من راجع به فیلم و سریال‌های دیگه هم ویدیو دارم میسازم. تاریخ پخش سریال فرامو گفتم، تاریخ پخش سریال بویزو گفتم، قراره راجع به فیلم پیکی بلاندرز که قراره به زودی بیاد ویدیو بسازیم. پس سابسکرایب کنین که از دستش نرین و حتما واسم کامنت بذارین، بگین که نظرتون چیه، کدوم کاراکتر قراره بمیرن، قراره چه اتفاقی بیفته. مرسی که ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.